یه چیزی رو صادقانه بهتون بگم، من مثل همه آدما خیلی نقص دارم، خیلی عیب‌ها ایرادات دارم. تمام این حرفایی که توی پیجم میزنم برای اینی که خودم هم یاد بگیرم که همینطور باشم و انسان کاملی نیستم. هدفم از زدن این پیج و گفتن این حرفا توی این پیج اینه که به کسی یاد بدم، خودم هم یاد بگیرم، چون توی زندگی دریافتم هر چیزی که به دیگران یاد بدی خودت هم یه چیزی یاد میگیری. هر چقدر که کمک کنی به دیگران به خودت هم کمک میشه. هر چقدر که خوبی برسونی اون خوبی به خودت هم برمیگرده. اگه دیگران رو حالشون رو خوب کنی حال خودت هم کم کم خوب میشه. من علت زدن پیج و گفتن این مکالماتی که هر روز براتون ویدیو میذارم دقیقا همینه که اینکه حالمو